یک قصه دیگر دارم بعد خداحافظی میکنیم اگر زنگ نباشه. یک پیغامی رام دارم که من طولی همه سال گرچنده که پیام ها میرسونم به گوش این منصبدارا، این وزرا و این کمیته و اداره های به مسئولیت، ولی باز هم نمیفهم که بعضا موارد گمان میکنی اینا از دیگر جا به دنیا آمدن. یک دوستی زمانی بچگی چند روز پیش تماس میگیره که اصلا گپ نمیزد، اصلا خب اصلا همسنفا و دوستا و برادرای زمانی جوانیمون دیگر بعد از اینکه ما در این راه ایستاد شدیم خب دیگر رفتن، از خیال ها دور شدن. نمیدونم چی سبب میشه که یک تماس میگیره، میگه یک سوال دارم. میگم بفرما. همین خودت چی کاری میگه؟ میگم چوه؟ میگه راستی من یک چیز میبینم حیران میشم ده که همین مقامات، یعنی که تست با همین 3-4 ماشین میبینن در خانه شما، گویا که در اونجا صدام حسین خفته است، گویا که در اونجا کدام تروریستی است که عمله های نمیدونم وحشیانه داره، کسی را قتل کرده است. یک زایل میبینن رفتار میکنن که از خب منطق انسانی بیرون است. سراسیمه یا دو سه تاش در پیشوی در میسه طرف نگاه میکنن و 3-4 نفر همین وحشیانه دارن میزنن، داخل میشون. آخرش یک پدری که بیچاره عمرش برای تعلیم و تربیه ملت گذشته است، همون را در ماشین بار میکنن، گاهی مکتب میبرن، گاهی مسجد میبرن، گاهی اداره میبرن، گاهی کدام وزارت میبرن و گاهی بود که یعنی که میبرن 4-5 کیلومتر از نزدیک خانه دور در یک راه میپرتین، میگن برو پیاده. یعنی این روزها را گذروند. واقعا خب پدری من و دیگر مبارزا این روزها را گذروندند که همین خیلی ازدواج میبرنشون در یک شهرهای میپرتین 5-6 کیلومتر از خانه دور و تمام اون تاکسی های راههایی که اصلا همش میدونن که اصلا میگه این نفر نگیرین، هیچ کدام حقی گرفتن نداره و اونها هم الکی میدونن. تصور کنین چند 5-6 کیلومتر یک مردی سال خورده سالش به جای پیاده میبیه خانه، خسته مریض، فردا صبح سری مکتب، یه چیزها میگذرد. ولی میگم من نمیدونم که همین کارها را برای چی انجام میدن، خود چه کاری عادتا. من خب زیاد تماشا نمیکنم، یعنی میدونم که یک نفر هستی گپ میزنی، در جای نوارات کسی نشون داد، جای هست خب ما وقتی روسیه دا باشه میبینیم. اما به این حد مقامات احمقی کردن یا که جای ترس داشتن چی معنی داره؟ چی معنی داره؟ دیگر جوابش ندونستم چی بگم. گفتم احمق بیش نیستن که چند روزی پیش باز هم این عمل انجام میتین. نمیدونم مالی صداشا پس کن، صدای گوشی من. نمیدونم که پدری من به مسجد چی ربطی داره. همون دوستم قصه میکنه که آخران بار اومدن پدر تا مسجد بردن و ویدیوش هم کردن. همین نزدیکی شاید اگر که حرفی من به گوش مسئولان برسه، اگر سری روی این اخمقی گرفته شود که خیر نشود، شاید نوارش باز هم دوباره پیاده بکنه، در حالی که چند نوار کرده این تاثیرش نبود هیچ چیز. و در اونجا یعنی که مجبورش میکنه که باید مرا دشنام بکنم. من حیران هستم که دشنام کردن او برای من چی معنی داره. میگه مرا مادر در این دنیا برای سربلندی زاید، سرم از تن رود اما سخن مردانه میگویم. یعنی مرا همون کسی که تولید کرده است، همون کسی که نان داده است، برای همین روز مرا تربیت کرده است. آرزوی اونها هم همین روز است که فرزندم همیشه از حق دفاع بکن، همیشه نگذار حقوقت پایمال بشود. یعنی یک مبارز باش، یک مجاهد باش، یک جوان مرد باش. یعنی من در همین روحیه کلان شده هستم. اما اونه که میبرین شما مجبورش میکنی من دشنام بته، من اتوماتی میدونم که شما چیکار کرده ایستاده این. یعنی مرا هیچ ناراحت نمیکنه، من برعکس در مقابلتون میخندم. یک تا این حد به عفت بدن کارمند مقامات که داخل خانه میشوین که مادرم سالش به جای رسیده است، میگه که یه مردم از آمدن مرا کسل دل کردن، میگم از دنیا میگذرم. چی میگه؟ نه کمپیر میبری دفع میکنیم، میبریم گرود میکنیم، دفع میکنیم با دستای خودم دفع، یعنی که دفع میشه، یعنی از همین دنیا یعنی که میگذری میبریم در یک خاک دفعت میکنیم. این لهجه گپزنی
این سخنرانی یک مقامات، این حرف یک کارگر ارگان برای یک زن که شاید از بعضی مادرهاتون سالش به جای بالاتر باشه، شاید مادراتون همون سن و سال ندارن. این چی نمود فرهنگ است؟ این چی نمود مدنیت است؟ در یک وزارت نیوژلی دیگر جوان مرد نبود است که 4 خره بودن مسئول موندن. 4 جوان یاش به فرهنگ، به عزت، به عفت، مادر و کودک زیر حمایه غمخوارانه دولت قرار دارد. اما شما به این اصول چی را میخواین انجام بدین؟ شما نمیدونید که این حرفای شما هم از ثبت میشود، هم از جای ده میسته. والله روزی میشود جواب میتین. روزی میشود که شما به اندازه یک ذره صغیر اگر خورده است بخشیده نمیشوین. شما اگر سر ما بگیرن، اگر روز بهترین نظام در وطن بیاید، ولی من کسی هستم که بالای هر یکی شما که این ظلم، این تحقیر، این تهدید میبرین بالای خاندانی یک جوانی مبارز میکنین، من شکایت میکنم. و تا زمانی که اگر یعنی با اندازه هر یک ذره ظلمی که کردگین جواب نتین، من آرام نخواهد باشم. درست است که من شاید روزی میشود که شاید دیگه من صحبت روبروی با والدین نداشته باشم. شاید برای از کردار اینها، از عملهای اینها من احساسی یعنی خطری بد هم دارم که آوردن فشارهای روحیشون، فشارهاشون با کسلی مریضی قلب و دیگر کسلی ها آوردین رسانیدین. یعنی طبیعی است که انسان مریض که شد، یعنی الکه درست است که جان انسان در دست پروردگار است. اگر دنیا بیاد در شبک و در مقابلش پروردگار که اگر خب براش عمر داده باشه اون میرود، دیداری ما هست. ولی شاید که همین عمل شما سبب خب بود شدن عمر اینها باشه. اما درست است که من شاید دیگر دیداری روبرو نداشته باشم، ولی من سوگند میخورم، ولی من قسم به ذات پاک میخورم اگر زنده و سلامت باشم، ولی اگر هم که نباشم باز هم من پیغام برای جوانان این ملت، برای کسایی که بعد از ما در این راه ایستاد میشن، من پیغام میرسونم که هر کسی که در این جرم، در این جنایت، در این خیانت، نه فقط بالای خاندانی ما، بالای خاندانی هر یک جوانی مبارز، هر یک جوانی که در مقابل اینا ایستاد شده گپ میزنه، به اندازه یک نخود، یک ذره، خردترین ذره نمیدونم گندم اگر یا ظلم کردگیان، تا زمانی که یا جواب نتیان، اگر ما مردن باشیم در قلب آرام نمیخوابیم. و من شاید پیش از مرگ من اگر خداوند برای من چند ذره، اگر چند لحظه امکانیت نصیحت یا وصیت برای کسی داده باشه، پیغام آخری منم همین است که هر سگ صفت، هر ابله، هر مادر لعنت، هر خائن، هر دیوس، هر نامرده که امروز دست به این کار میزنه باید در نزد قانون جواب بده. چی خیلی که میفهمین بفهمین، باید به اندازه اینو جواب بدن که 100 سال بعدی تاریخ این نمود ظلم دیگه بالای ملت روانه بینه. هر کسی که دست میبرداره باید این ظلم ها برای نسل بعدی، 100 ساله بعدی این ظلم ها باید استاد شود، آینه باشه، باید برای مردم ببینن. مردم که یک زمانی که یک گروه اومد این همه ظلم را بالای مردم قیام کرد و یک گروه دیگه اومد اینا را به اندازه ظلم کرد که تاریخ دیگه فراموش نمیکنه و هیچ کس دیگه در آینده تاریخ این ملت باید این همه ظلم نکنه بالای ملت. شما به اندازه باید در نزد این ملت جواب دهید که به هر راهی که نباشه، قانون از زوری، از ظلم، از قتل، از مبارزت، به هر راهی که نباشه شما روز باید شود که چنان جواب دهید که به خدا قسم 1000 سال بعد در تاریخ این ملت مثل علم کتابی غفور رو بری 100 تا کتاب دیگه باید ظلم شما را نویسه و باید جوابی که در مقابل ظلم شما کردن این ملت باید ثبتش بکنه. آینه باشه بالای دفتری کاری هر یک جوانی تاجیک ده، باید این کتاب باید نمونه باشه که هر کسی که در یک وزارت کار میکنه، در یک کمیته کار میکنه، ورق بزنه بدونه که روز میشه یک ملت استاد میشه و شما را
ناخنای پاتون رو در دهنتون تلا میکنن. شما اومدین به ناموس این ملت بازی دارین. شما اومدین امروز میخواین به هر راه غروری ما را آتشی که ولنگه میزنه خاموش بکنین. با والله شما بنزین میریزین، شما سوزشواری میریزین که ما دو چند در میگیریم. من کیها باز از بحری همه چی گذشتم، از بحری جانم گذشتم. من آماده همه نمود قربانی هستم، همه نمود. زندان، مرگ، قتل، نمیدونم دزدیدن، پاره کردن، زدن، همه نمود. اما این عملهای شما، این کردارهای شما، ناتوانی، نامردی، به مفکورگی، پسیفتی، از راه زنا و حرام تولد کردنی مادرهای شما است. الان میگه در این است که 4 کودکی بوگین میبیا، پدرنالت تا روزی که در مقامات بود در خانهشون نانی خوردن نداشتن، از کو پشتن از کوشون بوی خر میکرد. اومدن امروز در دوشنبه اینو گبزن افتاشون صبح سیا جوگی بری چرکای گردنشون یک وجب. امروز علم آورش همین است. میگه که ما کسی که آخه عمر ما برای تعلیم این ملت صرف کردم، مکتب من 3 تا دیپلم عالی گرفتم، من اومدم درس میتم، من در عائله زیاد آموزگار به دنیا آمدم. یعنی یک گه میبیو، یک نجس میبیو، یک بوگینی میبیو، بالا دست دراز میکنه، همیش کمتر دردناک است. و الا این یکم چیزی نیست که من روی برگشت باشه. من آمادم که امروز اگر سری دار ببرین، این در کمیته امنیت یا وزارت داخلی در یک اتاق 4 تا 5 تا بند آویزان بکنین، تمام عضو خاندانی مرا از همون کودکش سرکرده تا کلانش کشال بکنین و آخران امکانیت برای من بتین زنگ زنین بگین که یا بس میکنی یا که نمیخواز این بند میکشیم. میگم مرد باشین بکشین، مرد باشین بکشین. شعاری من در زندگی انمو شعاری حضرت عمار است که وقتی که بالای خاندانی، وقتی بعد از مسلمان شدن حضرت عمار، وقتی بالای خاندانش این امود ظلم روا دیدن، وقتی نزد پیامبر خدا آمد، جواب پیامبر چی بود؟ یا عمار ملاقات تو همراه پدر و مادرت در جنت است. من به انمین شعار، به انمین امید، به انمین روحیه، به انمین شعاری که من از تاریخ اسلام گرفتم، من به همین مبارزه میبرم و هیچ چیزی سر روی مرا گرفته نمیتونه. خاموش، پیسه، خبکن، بهترین زندگی، پدر ظلم، مادر ظلم، یگام چیزی هر چقدر که شما جست رفتار میکنین، من همون قدر سخت میرم. من یک مدت میدونی که خیلی معتدل آرام، من که با دلایل بدون تحقیر سخت گپ نمیزدم. اما وقتی شما میخواین چیزی را بکشین، مطمئن باشین که نشانی من تستر با حرکت میکنه. مطمئن باشین که من دو چند علنگه میگیرم، دو چند آتش، انرژی من زیاد میشه، من ذریعت میگیرم از این عملهای نامردی شما. من دوباره یعنی باوری میکنم که شما واقعا نامردین، شما واقعا نامردین. این پیامی بود که من برای شما رسوندم. هر کاری میکنین دیگر آزاد هستین.